برای شما هم پیش اومده که وقتایی که میرید خونه مادر بزرگ‌ها قوانین یهو تغییر میکنه و اونها شروع میکنن بچه‌ها رو لوس کردن. گاهی وقتا حق با مادر بزرگاست و نیازه که روی فرزند پروریتون کار بکنید، اما بعضی وقتا هم حق با شماست و اونها دارن اشتباه میکنن که با شما هماهنگ نیستن، زیر بارم نمیرن. اگر که این شرایطه، شاید مرحله اولش اینه که هر کسی با مادر خودش یا پدر خودش صحبت بکنه و ازشون خواهش کنه که تو روش‌های پدر مادر دخالت نکنن. مرحله دومی که اگه گوش نکردن، هر کسی با پدر مادر طرف مقابل صحبت بکنه. مثلا یه دامادی با پدرزن مادرزنش صحبت بکنه و بگه لطفاً تو روش‌های ما دخالت نکنید، چون باعث میشه که بچه‌ای با مشکلات رفتاریش بیشتر بشه. قدم سوم اینه که اگه هیچ کدوم روش‌های قبلی جواب نداد، گاهی لازمه که ازشون فاصله بگیرید. مثلا اگه هر هفته خونه‌شون میرفتید، یه هفته رو نرید و حتما بهشون بگید چرا ما نمیان. توضیح بدید که چون روش‌های تربیتی شما با ما هماهنگ نیست و تو روش‌های ما دخالت می‌کنید، ما این هفته نمیتونیم خدمت شما برسیم. حتما فاصله گرفتن باید کوتاه باشه ها. طولانی فاصله نگیرید ازشون، یا بگید 3 ماه نمیرم خونه‌شون. غلطه. اگر یه هفته نرفتی، باز هفته بعد رفتی، همه چی درست شد که حله. اگر نشد، این دفعه 2 هفته پشت سر هم نرو. این مسیر رو ادامه میدید. شک نکنید که جواب میگیرید. به نظر شما مادر بزرگا با چه کارایی بچه‌هاشون رو لوس میکنن؟